نظرتون راجع به این مناظره‌های تلویزیونی چیه و آیا این وعده و ایده‌ای که داده میشه عملی میشن یا نه؟ برادر من، مناظره‌های تلویزیونی، آقا من خواهش میکنم از صدا و سیما این مناظره‌های تلویزیونی رو از قبل ضبطشون کنید عزیزان. آقا اومدن نشستن اونجا، اینا میخوان یعنی رئیس جمهور بشن دیگه. طرف اومده نشسته از 1 تا 7 میگه 8، اون یکی برعکس میگه، این یکی یه چیز دیگه میگه. احتمال اینکه درگیر بشن با هم خیلیه. تخریب میکنن. آقا تخریب نکنید، اینطور که رأی نمیارید. باید صداقت داشته باشید. مثلا رئیس جمهور قبلی اومد با یک کلید گفت من تمام قفل‌ها را باز میکنم. آقا من پیشنهاد دارم به این عزیزانی که میخوان رئیس جمهور بشن، آقا شما فقط یک کلیدساز با خودتون بیارین، کار تمامه. بذارین مردم با صداقت بیان جلو و با صداقت شما بهتون رأی بدن.